این افغانستان است که به گورستان امپراتوری‌ها نیز شناخته می‌شود. هیچ قدرت بزرگی در جهان نیست که تلاش نکرده باشد افغانستان را فتح کند، از جمله امپراتوری مغول، امپراتوری بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا، اما همه آنها در برابر افغانستان شکست خوردند. دلیل اصلی این موضوع جغرافیای منحصر به فرد و چالش برانگیز این کشور است. افغانستان کشوری محصور در خشکی است و هر زمان که یک قدرت بزرگ تلاش می‌کند به اون حمله کند، باید به کشورهای همسایه تکیه کند. این وابستگی برای قدرت بزرگ چالش برانگیز است تا بتواند حضوری بلند مدت در آنجا داشته باشد. دلیل دیگر این است که قبایل زیادی در سرتاسر افغانستان وجود دارند که آماده‌اند از سرزمین خود تا آخرین نفس دفاع کنند. آنها بیشتر بر روی محافظت از مناطق خود تمرکز دارند تا مرزهای افغانستان. علاوه بر این، هر زمان که یک نیروی خارجی قصد حمله گسترده به افغانستان را دارد، کشور مملو از کوههای وسیعی است که به عنوان موانع طبیعی عمل می‌کنند. این کوهها پناهگاه امنی برای افغان‌ها میباشد که به آنها امکان می‌دهد به طور مؤثر مخفی شوند. این موضوع باعث می‌شود که تقریباً برای هر قدرت بزرگ غیر ممکن باشد که به طور مؤثر آنها را هدف قرار دهد. به نظر شما چه عوامل دیگری در این شکست‌های تاریخی نقش داشته؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.